مجموع آموزشی کار مهدوی بخش 12. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر امام خوبی ها و سلام بر شما یاران حضرت. حدیث از امام زمان علیه السلام است. من خودم این حدیث را هر وقت میخوانم دلم میلرزد. ایشان میگوید اگر نبود محبت من به شما، بارها شما را به خاطر گناهانتان ترک میکردم. یک ذره آدم باید به خودش بیاید، تکانی به خودش بدهد، بعد از خواندن این حدیث به خودش بلرزد. حالا این حدیث را بگذار یک قسمت ماجرا، بریم قسمت دوم ماجرا. یک از کارهایی که یک یار امام زمان باید انجام بدهد الگوپذیری از حضرت است. یعنی کارهایی که حضرت انجام میدهد را برای خودش الگو بگیرد و انجام بدهد. حضرت چی کار میکند از گناهان و خطاهای ما؟ چشم پوشی میکند و انگار حالا من و تو بیایم این کار را از امام زمان یاد بگیریم. چی کار؟ هر کسی در طول زندگی از اولی که فهمیدی خوب و بد چیست تا به حالا که زندگی میکنیم، 15 سال، 20 سال، 30 سال، هر چقدر که سنت است، تا آن 70 80 90 سال، 100 سال، هر کسی حالا در طول زندگی به تو ظلم کرد، غیبتت را کرد، پشت سرت تهمت زد، اذیتت کرد، ظلم، هر چیزی که فکرش را میکنی، دستت را همین حالا دستت را ببر بالا و نترس. بگو خدایا به خاطر امام زمان بخشیدمش، نترس، این کار را بکن. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر مدعی نکند خدا بکند. تو با خدای خودت کارت را معامله کن. تو به خاطر خدا و امام زمان ببخش او را. ببین خدا تو را چی کارت میکند، ببین آقا تو را چی کار میکند، چقدر تو را میبرد بالا به خاطر همین لطفی که کردی. مطمئن باش فردای قیامت هم خدا هم به تو لطف میکند. خود خدا در قرآن میگوید آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ پس شما هم دیگران را ببخشید. ارحم ترحم، ببخش تا بخشیده شوی. وقتی تو همه را ببخشی، خدا میگوید این که بنده من است، از گناهان، از ظلم هایی که به او شد گذشت، پس من هم که خدای او هستم که باید خیلی بهتر از او و کریمتر از او باشم، پس من هم تمام گناهان این فرد را بخشیدم. به خاطر حضرت هر کسی که به تو ظلم کرد او را ببخش، با او زنگ بزن، با او پیامک بده، بگو آقا یک سوء تفاهم بین ما بود، برطرف شد به خاطر امام زمان، بیا بگذاریم کنار. اصلا نگو بخشیدمت که طرف فکر کند مقصر است، بگو بگذاریم کنار، یعنی هر دو مقصریم. یا اصلا به او بگو که اگر من مقصر بودم من را حلال کن. به خاطر حضرت نگو سخت است، نگو فلانی است، فقط به خاطر حضرت گذشت کن. اینطوری مهر و محبت و دوستی رو در جامعه ترویج میدهیم. خدا تو را بالا میبرد، امام زمان تو را بالا میبرد. به خاطر امام زمان هر کسی در طول زندگی به تو ظلم کرده، از او بگذر و حلالش کن. ببین چطور سرباز امام زمان میشوی. یکی از ویژگی های یاران امام زمان هم همین است. پس از همین حالا و تمام کسانی که به ما ظلم کردن یا پشت سر ما گناه کردن علیه ما، از خدا میخواهیم که آنها را ببخشد و بعد از آنها هم حلالیت میطلبیم و بعد میگوییم هر چی بود تمام شد. به خاطر امام زمان بیا دوباره با هم رفیق باشیم. این را فراموش نکنیم. به خاطر امام زمان فقط برای تعجیل در فرج حضرت فقط بیا این کار را بکن. احتمال بدین کار تو 1 دقیقه ظهور حضرت را نزدیک کند. احتمال بدی. اگر شیعه ها هم دل شوند، آقا به شیخ مفید میگه اگر شیعه ها هم دل بودند من می آمدم. پس بیا هم دلی را شروع کنیم و هر کسی به ما ظلم کرد را حلالش کنیم و با او دوست شویم و دوباره تا ظهور حضرت را نزدیک کنیم. فقط به خاطر روی گل حضرت. اللهم عجل لولیک الفرج به حق زینب، اللهم عجل لولیک الفرج به حق الزهرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا فرج امام زمانمان را برسان. دوستا خلاصه بحثی که ما باید یار امام زمان باشیم، سرباز امام زمان باشیم و مثل رهبر و فرمانده خود باشیم. رهبر و فرمانده ما یک از ویژگی های بسیار خاص و بزرگش این هست و دقیقا یک صفات الهی و خدایی هم هست، بخشش است. بیا هم دیگر ببخشیم، هر ظلم و گناهی که به ما کرده ببخشیم. شاید اینطوری 1 دقیقه 1 لحظه ظهور امام زمان انداختیم جلو و اگر کسی بتونه ظهور امام زمان 1 لحظه جلو بیان